سلام، بیایید با هم اومده شیم بریم کنسرت علیرضا قربانی. خب بیایید شروع کنیم آهنگش کنیم. اول از همه من یه دونه نرم کننده میزنم زیر چشم برای زیرساز کانسیلر. خیلی زد شد. من هنوز سایه هامون رو در نیوردم. بعد یه رنگ قرمز ایمان کنی خدا باش هم داریم. دیگه واقعا نمیتونیم بخونی، یکم عذاب میده. یه من اینو بلدم. خب گم شو بر نه اونجا نمیتونیم بخونیم. نبندی اینو، گم شو. من نمیبندم. آخه هی میبندی، هی من باز هم هی میبندی. کسافت. تمام میشه. قرمز میزنیم زیر چشم. خیلی اومد پایین. بلدی خرد شد. این صافه؟ یه راسته؟ رو نمی بچه ها شکست خوردیم، خط چیزی مشابه ان شد. این خوبه دیگه. ببینم اون یکی رو میگی؟ خب این یکی که حال کردم. خب مگه ما یک فشاریم؟ اون وسطه ما دقیقا 3 4 5 میتونیم دعا کنیم. ببین نمیشه اینجا بدونم پول علی ما خیلی حالی واقعا یه که بیشتر میگه دیگه جلو میشه ولی پر بودم. واقعا چه من یک ساعت بعد مثلا چک کردم جلو بغلش خالی بود. آره بغله بود دیگه نمیشه. بغلش خیلی بد بود. من خیلی بغله یارو اونجاست. مثلا زاویه دیگه انتظار. یعنی من گفتم دورتری نباشه ولی وسط باشه. چون میشه دورتر. هم حالا نمی‌فهمم ما چطوره. من تو اون ویدیویی که از تو برای پسند آره اینا که ها این همه چیز کن بعد اول باشیم اصل کار کانسیلر ناموسم با این کشیدم نگاه. دوستان قضیه شکست خورد، بعد میدادم فاطمه درست کنه آرایشم کنه. یعنی اصلا هیچ آرایشم پیش نمیرفت. البته رفتیم اونجا فهمیدم اصلا آرایش مهم نبود، خیلی چیزای مهمتری بود اونجا. خب بچه بالاخره فاطمه کشیدین رو برام. ها بالاخره نمتون میگه بالاخره شد و فاطمه برام کشید. یعنی در واقع نشد چون فاطمه برام کشید. نه دوربینم کسی کاشش نمیگرفتم. داریم میرسیم. از ذوقت بگو، از حست دماغ بگو. حسی ندارم. راهنمایی نمی‌بینی خانم راهنمایی دوستان با من جهاتون رو دبل چک. بچه‌ها خیلی راضییم، جامو خیلی نزدیکه. اجازه همینجاست. نمیخوام منو ببینم. خوبه راضیم. تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. چو پرنده زخمی بی پروانه رها شده از نفسی. ببخش اگر که از امید دیدن تو گفتم بپرس در هوای تو کدام لحظه گم
شدم همان زمان که رفتی. من از شروع ماجرا به انتها رسیدم، نشان به آن نشان که رفتی. من اون شهر دورم که دریا نداره، که بی تو غروبم تماشا نداره. من اون شهر دورم پر از جای خالی، پر از آرزوی یه جشن خیالی. من اون شهر دورم که بغضش شکسته، که دل زنگی راه نفس هاشو بسته. خیابون از انتظار تو میستی راهی به جایی ندار. اصلا این علکی بردیم که استاد این هیچی بلد نبود، تازه الان میگه میشناسمش. به این تصویر بگم که این تصویر شوخیه و حالا میخوام تجربه از کنسرت بگم. برای اینکه ما اول که رفتیم اونجا هیچ اتلاف وقتی نداشتیم، اصلا سری بلیط هامون چک کردن و رفتیم داخل و سر ساعت 9 که قرار بود شروع بشه شروع شد. البته این از سری کنسرت های ایران منم بود، اینم بگم. و اینکه یکی از بهترین کنسرت هایی بود که توی ایران رفتم. واقعا خیلی خوب بود، از کیفیت صدا گرفته تا تصویر و همه آدمایی که اونجا بودن واقعا خیلی خوب بود. حتما برین. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. خدافظ.